سلام علیکم، ظهرتون بخیر. البته الان که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم ظهره. من نمیدونم که شما کی قراره این ویدیو رو ببینید، ولی امیدوارم که از هر جا که دارین صدای منو میشنوین حالتون خوب باشه. خیلی وقت بود دوست داشتم یه ویدیویی بگیرم و راجع به تجربه زیسته خودم مخصوصا تو این چند سال صحبت بکنم، ولی همیشه موقعی که به انتخاب موضوع و تایتل ویدیو میرسید، چون نمیدونستم چه تایتلی رو باید انتخاب بکنم، این کار عقب مینداختم. تا اینکه دیگه چند روز پیش به خودم گفتم که حتی اگر قرار این ویدیو هیچ تایتلی هم نداشته باشه تو باید این کار رو انجام بدی. خلاصه که این شد که الان اینجام و در خدمتتون و امیدوارم که این ویدیو اون خدمتی که باید رو بکنه. میخوام راجع به خودم صحبت بکنم. چند سال پیشا من بیرون خودم همه چیز اوکی و نرمال بود. کارمو داشتم، روابطمو داشتم، معاشرینم، دوستام، رفیقام، مستقل بودم، درآمد داشتم، پیج اینستاگراممو داشتم، همین عشق و محبتی که بهم دارین و حتی چند برابر از اینو اون موقع داشتم و مورد توجه بودم. ولی یه چیزی انگار جاش خالی بود یا انگار که سر جاش نبود. میگم یه چیزی درون خودم، به خاطر اینکه بیرونم همه چیز سر جاش بود ولی خب حال من خوب نبود. شروع کردم به سرچ کردن، خوندن، نوشتن، روان درمانی، تراپیست پیدا کردن، جلسات تراپی رفتن و خب همه اینا خیلی تاثیرگذار بود. ولی یکی از چیزهایی که مخصوصا اون اول مسیر بهم کمک کرد و امروز هم میخوام راجع بهش صحبت بکنم، یه چیزیه که خب اصلا از لحاظ علمی هم ثابت شده. ما آدما خیلی عوامل زیادی تو اون چیزی که الان هستیم تاثیرگذار هستش. یکی از مهمترین اونا ژنتیکمونه. همونطوری که رنگ پوستمون، رنگ چشممون، قدمون و یک سری ویژگی‌های ظاهریمون از پدر مادرمون به ارث میبریم، یک سری از ویژگی‌های روانیمون هم از پدر مادرمون به ارث میبریم. بخاطر همینه که توی مواقع حساس، موقعی که هیجان زده میشیم، میترسیم، عصبی میشیم و ریاکشن نشون میدیم به اون چیزی که بیرون از خودمونه، بیا به خودمون میایم بعد میگیم که او این رفتار من چقدر شبیه مامانم بود، یا این رفتار من چقدر مثلا این مدل عصبانی شدنم چقدر شبیه بابام بود. و این همون چیزیه که ما بهش میگیم ژنتیک که از طریق دی ان ایمون به ما انتقال پیدا میکنه. ولی خب داستان از اون جای جالب میشه که علم ثابت میکنه که محیط تاثیرش از ژنتیک بیشتره. این یعنی چی؟ یعنی این که این محیطه که مشخص میکنه ژنهای من اکتیو بشن یا نه. اگر که من بعد از اینکه به دنیا میام با همین ژنتیک توسط همون خانواده‌ای که ژنتیکشون به من انتقال پیدا کرده بزرگ نشم و وارد یک محیط دیگه‌ای بشم، احتمال اینکه این ژنتیک اکتیو نشه خیلی زیاده. این قضیه به من خیلی کمک کرد که متوجه بشم این چیزی که من الان هستم، این ژنتیکی که بهم انتقال داده شده، آش کشک خالم نیست و میتونم یک سری تغییرات خودآگاه هم روش اعمال بکنم. ولی خب به همین راحتی هم نیست که من بتونم به ذهن ناخودآگاه هم دسترسی پیدا بکنم و من اینو میخوام تغییر بدم، اونو سلکت بکنم و انتخاب بکنم و اون تغییر ایجاد بشه. اینجاست که دوباره برمیگردیم به تاثیر محیط. میخوام اینو بدونی که اگر که تو هم الان مثل چند سال پیش من احساس میکنی یه چیزی سر جاش نیست و دوست داری یک تغییری رو اون چیزی که هستی ایجاد بکنی، میتونی با تغییر محیطت این کار رو انجام بدی. نه به این معنی که اگه تو رابطه بیای بیرون تنها بشی، در رو ببندی، با رفیقات دیگه معاشرت نکنی و اینا، نه. به این معنی که میتونی انتخاب بکنی که تو چه محیطی دوست داری قرار بگیری. و خب من موقعی که داشتم این کار رو انجام میدادم 4-5 سال پیش، حال خوبی رو هم داشتم تجربه نمی کردم، ولی دوست دارم الان اینو به تویی که داری این ویدیو رو میبینی بگم که این خیلی کمک بزرگیه بهت که شروع بکنی آگاهانه و سلکتیو
خودت رو توی محیط های قرار بدی که بهت خدمت میکنه. به عنوان مثال خود من خب توی خانواده بزرگ شده بودم که تک بچه بودم، هیچ چارچوب خیلی سفت و سختی برام نبود که باید این کار بکنی، باید این ساعت بیدار شی، این ساعت بخوابی، این درس رو بخونی. و یه جایی تو زندگی متوجه شدم با اینکه پشت کار دارم، جسارت دارم و میرم دنبال اون چیزی که دوست دارم، ولی چون دیسیپلین ندارم توی هیچ کدوم از اون زمینه ها نمیتونم به سطح ادوانس و حرفه‌ای برسم و این موضوع خیلی داشت اذیتم میکرد. و وقتی که شروع کردم خودم رو توی محیط‌های جدید قرار دادن، مثل همین 2 تا مثلا کلاس ورزش، شروع کردم به یوگا، رفتن تو طبیعت با دوستای جدید، یه سری محیط‌های جدیدی که فکر میکنم به هم خدمت میکنه و متفاوت از محیط‌هایی که تا الان توشون بودم، متوجه شدم که این محیطه داره به من فرم میده. یعنی اگر که من ورزش رو شروع میکنم برای اینکه فرم بدنم به عنوان مثال درست بشه و خب فیت بشم، بدن سالمی داشته باشم، این تنها تغییری نیست که ورزش درون من ایجاد میکنه. یهو بعد از چندین وقت که مداومت داری متوجه میشی که چقدر من اعتماد به نفسم هم بیشتر شده، چقدر دیسیپلینم هم تغییر کرده. و این همون تغییریه که میگم ما میتونیم روی ژنتیکمون ایجاد کنیم با توجه به محیطی که خودمون رو توش قرار میدیم. میخواستم بدونی که الان وقتشه که خودت والد خودت باشی و یک والد عاقل و آگاه و دلسوز که دستشو بگیری و دلسوزانه بذاریش توی محیط هایی که فکر میکنی بهش خدمت میکنه. اگر که خودت این کار برای خودت نکنی، هیچ کس دیگه این کار برای تو نمیکنه. اومدم این حرفا رو زدم، هیچ پیش زمینه‌ای هم از قبل نداشتم، راسته شاید یه جاهایی هم خیلی پراکنده صحبت کردم، برای اینکه من موقعی که شروع کردم به کار کردن روی خودم حال خوبی رو داشتم، زندگی نمی کردم و تقریبا هیچ راهنمایی هم نداشتم، ولی دوست دارم که الان این صحبت ها بتونه یک آگاهی به دخترایی که آدم‌هایی، پسرایی که دارن این ویدیو رو میدن هر چقدر کوچیک بده، برای اینکه متوجه بشن که چطوری میتونن خودشون به خودشون کمک بکنن. خلاصه که همین، امیدوارم که این ویدیو اون خدمتی که باید رو به شما بکنه و مفید باشه. دوستتون دارم.